سرور چیه و به چه درد ما میخوره؟ توی این ویدیو راجع به مفاهیم اولیه سرور با هم صحبت میکنیم، در حدی که اگر کسی راجع به سرور این ازتون پرسید بخواین بدونین، در همین حد این ویدیو کافیه. ما وقتی که راجع به سرور صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میرسه این وی پی ان هایی که رو گوشیمون روشن میکنیم، سرور آلمان و فرانسه و هلند و اینا رو داره. ولی سرور در واقع اونا نیست. سرور یه جور کامپیوتره، یه جور سخت افزاره. خب فرقش با کامپیوتر معمولی چیه؟ سرور باید به اندازه چندین کامپیوتر معمولی قدرت داشته باشه بر اساس اون سرویس هایی که میخواد بیاد روش و باید بتونه دائم روشن باشه. این دائمی که میگم روشن باشه مثلا 10 سال یک کله روشن باشه، اینجوری باید باشه. حالا منظورمون از قدرت چند برابری نسبت به کامپیوتر چیه؟ بهترین کامپیوتری که امروز میتونی تو بازار بخری احتمالاً یه پردازنده 24 هسته‌ای داره، 192 گیگابایت در بهترین حالت رم داره، 4 ترابایت 3 ترابایت فضای ذخیره سازی. همین اعداد برای یه سرور معمولی میشه پردازنده با 64 هسته، 2 ترابایت رم، 50 ترابایت فضای ذخیره سازی با 2 یا چند تا پاور برای اینکه بتونه همیشه روشن بمونه و آسیب یک پاور باعث خاموش شدن سرور نشه. ما کجا ازش استفاده میکنیم؟ تو دو حالت اینو من توضیح میدم. یکی این که من به عنوان یک کاربر عادی چجوری از یه سرور استفاده میکنم. دومی که من توی کسب و کارم چجوری از یه همچین تجهیزی استفاده میکنم. توی کسب و کارش اول بگم. شما فکر کنین توی شرکتتون مثلا یه برنامه حضور غیاب دارین، نرم افزار حسابداری دارین، نرم افزار ارتباط با مشتریان دارین، یه عالمه فایل و داکیومنت و اکسل و چیزای مهمی دارین، یا مثلا تلفناتون تحت شبکه است. این چیزها رو ما باید در نهایت به یک سروری وصل بشیم که سرور داخل خود شرکتمونه که دیتا هامون رو مجبور نباشیم این ور اون ور بارگذاری بکنیم. مخصوصا الان ما می‌بینیم دیگه، یا مثلا دسترسی به اینترنت قطع میشه، یه اتفاقی میفته، دیتا هامون داخل همون شرکت خودمون باید بمونه و اینجا ما توی کسب و کارمون به سرور احتیاج پیدا می‌کنیم. حالا ما توی ویدیو انواع سرورها هم توضیح میدیم که کجا چی می‌ذاریم، چه فرقی دارن با هم دیگه. اینجا فقط راجع به کلیات صحبت می‌کنیم. من کاربر عادی چجوری از سرور استفاده میکنم؟ شما اگر صبح خواب بیدار میشی، یا آب و هوا چک میکنی ببینی هوا چطوریه، داری مثلا میری سر کارت، تاکسی اینترنتی میگیری یا نه ماشین داری از مسیریاب استفاده میکنی، همه اینها در واقع شما از طریق اینترنت وصل میشی به سرور اون سرویس دهنده تا بتونی از اون امکانات استفاده کنی. مثلا شما فکر کنین میخواین نشان استفاده بکنین یا ویز استفاده بکنین، از طریق اینترنت وصل میشید به اون سرور و از روی اون سرور اون نقشه، اون روت، اینکه از کدوم مسیر برین سریعتر برسین، ترافیک به چه صورته رو اون سرور محاسبه میکنه و براتون مسیر رو انتخاب میکنه. حالا شما فکر کن دیگه میری سلفی میگیری، تو اینستاگرام میچرخی، چقدر در طول روز ما از سرویس های مختلف استفاده میکنیم که همه اینها در واقع سرویس هاییه که یک سرور داره بهمون میده. چه شرکت‌های سرور تولید میکنن؟ تقریبا هر شرکتی که کامپیوتر تولید میکنه سرور هم تولید میکنه. مثلا توی ایران ایسوس، اچ پی، دل، اینا خیلی محبوبن. ولی مثلا تو دنیا سوپرماکرو هم خیلی محبوبه، تو ایران کمتر، ولی اکثر شرکت‌ها اینها رو تولید میکنن. سرورها توی دو حالت، رک مونت و تاور تولید میشن. فرق هم نمیکنه. رک مونت ها اینایی که تو رک میذارن، تاور هم اینایی که روی میز قرارش میدن. حالا چرا مثلا رک مونت ها بیشتر فروش میرن؟ یعنی شما بچرخین سرچ کنین سرور، عکسایی که براتون میاره همش عکسای رک مونتیه. اینا خیلی محبوب ترن، چون شما زمانی که سرور میخری 4 تا تجهیز دیگه هم داری که اینا رو لازم داشته باشی که توی رک نگهداری بکنی، مثل سویچت، فایروالت، نمیدونم گیتوی تلفنت و یه عالمه تجهیزات دیگه که شما بخوای توی رک بذاری. خب اینا هم میذاری رک مونت میذاری، اینا همش توی یه اتاق سروری باشه، جا داشته باشه. اما یه وقتی از شما مثلا برای یه سری کارهای خاص، تستای لابراتواری و اینها، سرورهای تاور استفاده میکنی. من نمیگم سرور تاور اصلا توی شرکتی استفاده نمیشه، ولی شما همین که یه سرور تاور بذاری، یه سویچ بخوای بذاری، خب باز میکنیش تو رک دیگه، چه کاریه واقعا. سر همین سرورهای تاور کمتر محبوبن ولی بی صدا ترن. بی صدا واقعا، یعنی کم صدا هم نه، کاملا بی صدا و کاملا قدرت یک سرور رو دارن، یعنی عین همون رک مونتی ها قویه،
اما برای کارهای محدودتری تولید و ساخته شده. اگه به این موضوع علاقه‌مند بودین پیشنهاد میکنم ویدیو انواع سرورها رو هم ببینین و توی وبسایت ما راجع به این موضوعات دیتا شیت گذاشتیم، مثال‌های مختلفش رو زدیم، اونجا حتما سر بزنید. مرسی که با همون همراه بودین. سایتمون هم تو دسکریپشن هست.